مهاجران تاجیک در روسیه پشتیبانی ندارند. ما باید برای وی پشتیبانی شویم. ما مراجعت وی را وای کنیم، گوش کنیم، از کلونی روسیه طلب کنیم که مهاجران ما را غم نتیان، دستگیری کنن، به پول رفته کار کنن. یعنی که به پول، یعنی که برای که کار کنن یک چند پتنت و یک چند حجت‌های دیگر مبلغ داده میگیرن. برای همین باید ما دولت ما ویار حمایت کنه مهاجران خودمون. از این من هم نگرانم، بسیار غمگین شدم اینها رو دیدم. ان شاءالله که بخیر میشود، حکومت میبیند این رو بازرسی میکند. آیا از یگان پیوندان شما در مهاجرت میانتی هستند یا نه؟ نه، پیوندان خودی من نه و همسایه های ما که ما با آنها نزدیک میشناسیم و هم صحبت هستیم و رفته های ما نزدیک است، از آنها با خبریم که در آنجا هستند. خیش و تبار نیستند و از چند شناسایی که فرزنداشون در روسیه میخوانند از همون من زنگ زده پرسیدم که سبب چی باشد. همیخ از یوتیوب دیدم و یایم نمیدونم. نوارهای زیاد پخش شده است. مهاجران تاجیک ما در شهر روسیه زیر دست پلیسا قرار دارند. آنها نوارها را در شبکه‌های اجتماعی پخش کردند و گفتند که همه حجت‌های ما تیار است، همه حجت‌های ما به طلبات جوابگو است، اما ما زیر دست این پلیسا قرار داریم، زیر دست ظلم قرار داریم. در اطراف این هنگام ساختن‌ها از روی انصاف نیست. باید آنها پیش از همه دانند که نماینده کدام خلق است. اگر چهره وی گندمگین باشد و موی سرش سیاه، این نشان آن نیست که همه وی تاجیک است. بنابراین این دقیقیت میخواهد حل این مسئله ها و من فکر میکنم که تا فکت ضروری نباشد یک گناه کردن در اطراف یک مسئله هنگام ساختن، باز میگم که از روی انصاف نیست. و چرا چنین حالت پیش آمده؟ خیلی این حالت در همه جا پیش آمده نشمون که در همه دور زمان ها، در همه شهر و در همه ممالک دنیا، لیکن از این هنگام ساختن من فکر میکنم بار دیگر میگم که از روی انصاف نیست.